آخری سال است. امسال هم به آخر رسید. بعضی ها تاختند، بعضی ها باختند، بعضی ها ساختند، بعضی ها سوختند، بعضی ها نفس کشیدند، بعضی ها از نفس افتادند، بعضی ها آمدند، بعضی ها رفتند. کسانی که آمدند شاید همیشه نیستند و کسانی که رفتند برای همیشه رفتند. زندگی سخت است ولی گاهی به سختیش می ارزد. مهم نیست که دنیا نامرد است. مهم آن است که ما مرد باشیم و به قدر یکدیگر برسیم. شاهپرک به خرس گفت دوستت دارم. خرس گفت میخواهم بخوابم. خرس به خواب زمستانه رفت و هیچگاه نفهمید که عمر شاهپرک 3 روز است. شاید فردا نباشیم، پس به قدر یکدیگر برسیم و همدیگر را دوست داشته باشیم. آدمان زنده به گل و مهربانی و مردگان به فاتحه نیاز دارند، ولی ما به سر مردگان سر میزنیم و گل میبریم و فاتحه آدمان زنده را راحت میخوانیم. بیایید ساده ترین چیز خود را به همدیگر دریغ نمیداریم، به همدیگر مهربانی میکنیم. سال خوب داشته باشید دوستان. سال نوتان مبارک.